بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک. عرضم به حضور انورتون ضمن عرض سلام خدمت برادران عزیز، استادان گرامی جناب آقای انصاری و آقای سلیمانی و سایر همکاران. مطلبی رو میخواستم بگم. در گذشته که من شیعه بودم و مشرک بودم و البته نمیدانستم و اعمال شرک‌آمیز انجام میدادم. مثلا در شب‌های محرم به خصوص هیئت‌های سینه‌زنی و دسته‌های سینه‌زنی که با نام‌های هیئت متوسلین به علی اصغر و علی اکبر و قمر بنی هاشم و دیوانگان و حسینی و غیره با علم و کتل به هیئت‌ها و حسینی‌های همدیگر از باب احترام می‌رفتند. من و بعضی از سرشناسان هیئت دم در حسینیه می‌ایستادیم و از جهت ادب و خوشامدگویی به آن دست از سینه‌زنانی که از هیئت‌های دیگه وارد می‌شدند می‌گفتیم با حالت آهنگگونه که سینه‌زنان شاهدین خوش آمدین، خوش آمدین، اجر شما با زهرا یا اجر شما با مصطفی، که اینو 2 بار 3 بار تکرار می‌کردیم تا کل این سینه‌زنان وارد داخل حسینیه بشن و شروع کنن اونجا به سینه‌زنی و او کردن. که نه تنها این سینه‌زنان و این زنجیرزنان هیچ ادله قرآنی ندارن، بلکه اعمال شرک‌آمیز انجام میدن. از شرک هم بدتر است، که شرک بدتر آن این است که اجرشان را از فاطمه و پیامبر اعظم میخواستن، در صورتی که انسان موحد عمل خیری اگر انجام دهد اجر و پاداش او در نزد الله است و این گونه اعمال هیچ جای مطلب نداره. مطلب دیگر این که مفسرین گذشته در این مذهب در تفسیر سوره مبارکه انا اعطیناک الکوثر همگی با توجه به کل آیه که منافقان به پیامبر طعنه می‌زدند که پیامبر اکرم ابتر است و فرزند پسر ندارد که نام وی بماند، که این طرز فکر در بین کردها و لرها و به خصوص آذری زبانهای ایران وجود داشته و الان هم دارد، که اگر مردی 10 دختر مؤمن و پاکدامن داشته باشد چون پسر ندارد او را ابتر یا به فارسی اجاقکور می‌دانند و معتقد هستند که نام آنها در دنیا نمی‌ماند، چون دختر وقتی که ازدواج می‌کند نام فامیلی شوهرش بر روی فرزندانش گذاشته می‌شود، که این مصداق دارد در همه کشورها به همین شکل عمل می‌شود. و همین دلیل پیامبر را ابتر می‌نامیدند که مفسرین شیعه این آیه مبارکه را انا اعطیناک الکوثر را اینطور تفسیر می‌کردند که پیامبر چون فرزند ندارد خداوند بر پیامبر نام جاوید عطا کرده. این کلمه انا اعطیناک الکوثر رو مفسرین شیعه به این شکل در قدیم تفسیر می‌کردند، ولی جدیداً آخوندا گفتند و تفسیر کردند که کوثر نام فاطمه است و همینجور تین و زیتون حسن و حسین هستند، حبل الله و عروة الوثقی حضرت علی هستند، لؤلؤ و مرجان علی و فاطمه هستند و هر کدوم از اینها رو به نام یکی از این اهل بیت نامگذاری کردن، که من تعجب میکنم که این کارشون معنی و مفهومی نداره که هر دفعه به یه شکلی اینها آیات قرآن رو تفسیر میکنن، انگار که قرآن کتاب رمز سازمان سیاست و اینها آخوندا این رو کشف رمز کردن و حالا برای مردم روشن کردن، چون مردم که خب نمیتونن قرآن رو نمیفهمن، از نظر آخوندا منظورشون که قرآن رو نمیفهمن و انگار که قرآن یک کتاب رمز سازمان سیاست که اینها میتونن دونه دونه این کلمات قرآن رو کشف رمز کنن. خدا به اینها عقل سلیم عنایت بکند و خدا اینها رو هدایت بکند
و اگر قابل هدایت نیستن از نسلشون رو از روی زمین بردارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خسته نباشید جناب آقای انصاری. من از ایران تماس میگیرم. خواستم بگم اگه میشه دعا کنید که ما هر چه زودتر از این رژیم راحت تر بشیم. روزانه ده ها تن جلوی چشمای ما اینجا به جرم، فقط به یک جرم، اونم به جرم این که بی پولند و مجبورن باچه سوخت برن زیر تیرهای این دولت کشته میشن. من خودم داغدار یکی از همین خانواده هستم و چندین خانواده دیگر که همه اینجا 50% سیستان و بلوچستان خانواده داغداره. خیلی کم پیدا میشه خانواده‌ای که بلوچ باشه و بگه ما از این رژیم خیر میبینیم. امروزه تمام بلوچا مجبور شدن به خاطر اینکه پول در بیارن، نون شبشون در بیارن، بسیج سپاه بشن، تو دولت برن. ولی اونایی هم که حیا دارن، غیرت دارن، خیلی کم هستن و مجبورن با نان خشک شکم میزنن بچه خودشون رو سیر کنن. امیدوارم روزی برسه که تمام این مصیبت ها تموم بشه. ممنون. حمید هستم از ایران.